بیاد سیاست‌های دولت رو عوض کنه. اون وقت همه چی درست میشه. ولی حتما دردسرمون بیشتر میشه. دردسر؟ آره خب، رئیس جمهورهای قبلی رو ببینین، سرنوشتشون چی شد؟ آخه مشکل این آدم‌ها این بود به جای اینکه روش اداری کشور رو درست کنن هی گرفتار حاشیه شدن. بعدش هم میگن نمیذارن. من نمیدونم اگه نمیذارن اینا چرا دوباره میان کاندیدا میشن. من بهتون اطمینان دارم. ولی خب نگرانم هستم. نگران چی دخترم؟ نگرانم دیگه. مردم دارن اذیت میشن. خودت میدونی چند ساله داریم روی ضعف‌ها و مشکلات کشور کار میکنیم. من اگه اطمینان نداشتم نمی اومدم بابا. حالا از کجا میخواین شروع کنیم؟ از بانک، گمرک، صنعت، کشاورزی، اقتصاد، سیاست‌های خارجی، فرهنگ و هنر، ورزش، هر بحران آب، کدومش؟ معلومه من به تنهایی نمیتونم درستش کنم. باید بهم اعتماد بشه. شما جوونا باید بیاین میدون. ما که باید فامیلیمون رو عوض کنیم که راندخار شما نباشیم. مملکت هزار فامیل شده. اونی که میخواد صاف و صادق کار کنه چرا باید فامیلش عوض کنه؟ خداحافظ. خداحافظ بابا، خدا.